از 5 نوع گریان اطفال 5 نوع تشخیص کده میتونیم. سلام، دکتر سمیعالله صدیقی هستم. امیدوارم که جور صحتمند باشین. از 5 نوع گریان اطفال ما و شما میتونیم 5 نوع تشخیص بکنیم. شماره 1: وقتی که طفلک به کلمه نه گریان خود شروع میکنن، ای به این معنا هستند که طفلک گوش نه هستند. شماره 2: وقتی که طفلک گریان خود به کلمه اوه شروع میکنن، ای به این معنا هستند که طفلک خواب گرفته. شماره 3: وقتی که طفلک گریان خود به کلمه هی شروع میکنن، ای به این معنا هستند که طفلک نارام هستند، دیسکامفورت هستند، یعنی مریض هستند. شماره 4: وقتی که طفلک گریان خود به کلمه ایر شروع میکنن، ای به این معنا هستند که طفلک لورگیسیس دارند، یا دردای اسپازمی دارند، یا قبضه هستند و یا دردای سیستم هضمی پایینتر دارند. و شماره 5: وقتی که طفلک گریان خود به کلمه ای شروع میکنن، ای به این معنا هستند که طفلک یا سیستم هضمی بالاتر مشکل دارند و وقتی که طفلک شیر میکنن، شیر دوباره برگشت میکنن. دوستای عزیز، خدا کنه که این ویدیو خوشتان آمده باشه. این ویدیو را لایک و شیر کنین تا در آینده اینمت ویدیوهای مقبول ببینید. تشکر.